سلام دوست گلم، امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری به راحتی دل یک خانم بالای 40 سال 45 سال رو به دست بیاری. بریم که این موضوع خیلی جذاب رو بررسی کنیم که خیلیاتون دنبالش بودین. اصل داستان اینه: زنهای بالای 45 سال چی از مردا میخوان؟ توی این سن زنها از بازی‌ها خسته شدن و دنبال چیزای واقعی هن. وقتی یک خانم میان سال به این دوران از سنش میرسه، به خاطر تجربه ها و درس هایی که گرفته توی زندگیش دقیقاً میدونه چی میخواد و چی نمیخواد. ولی نکته اینجاست که این خواسته ها دیگه فقط به مادیات یا حرکات ظاهری محدود نمیشه. ارتباط عمیق، صداقت و هوش احساسی براشون خیلی خیلی مهمه. توی این سن زنها دیگه وقت بازی و کلک زدن ندارن. توی جوونیشون اینا رو تجربه کردن و الان دنبال بلوغن. البته بلوغ به این معنی نیست که همیشه جدی و محکم باشین، بلکه یعنی اینکه با خودتون راحت باشین و تصمیمات محکم بگیرین و باشون درست رفتار کنین. از همه مهمتر احترامه. این یعنی وقتی اشتباهی میکنین قبولش کنین و ازش درس بگیرین. حاضر به جواب بودن و بلد بودن چطوری درست حرف زدن هم خیلی براشون ارزش داره. حالا برسیم به هوش احساسی که خانم‌های بالای 45 سال واقعا عاشقشن. مردی که بتونه احساسات رو بفهمه و همدلی کنه و حاضر باشه مکالمه های عمیق داشته باشه بسیار براشون جذابه. گاهی وقتا زنها روز سختی رو داشتن، نیاز به نصیحت ندارن، فقط میخوان شنیده بشن و یک کسی کنارشون باشه. مردی که اینو بفهمه یک امتیاز خیلی خیلی بزرگ داره. حالا بریم سراغ جذابیت فیزیکی. خانم‌های 45 سال به بالا هنوز به ظاهر اهمیت میدن، ولی نه فقط به داشتن شکم شیش تکه یا فک زاویه دار و اینجور چیزا. در واقع اونا اعتماد به نفسه که براشون بسیار بسیار جذاب داره و اینکه خودت رو خوب نگه داری خیلی بیشتر براشون جذابه. لباسهای مناسب، بهداشت خوب و سبک زندگی شخصی جذاب براشون خیلی خیلی از هر مدل فیزیکی جذاب تره. از اون گذشته مکالمات فکری بسیار براشون جذابه. توی این سن خانم‌ها علایق و سرگرمی‌های خودشون رو دارن و دنبال مردی هستن که بتونه باشون درباره زندگی، کتاب‌ها، سفر و موضوعات عمیق دیگه صحبت بکنه. اهداف و انگیزه هم بسیار مهمه. نیازی نیست که فقط توی کار باشه، ولی اینکه اهداف و علاقه‌هایی توی زندگی داشته باشی نشون میده آدم با انگیزه‌ای هستی. زنهای این سن هنوز میخوان تفریح کنن. یه مردی که بتونه زندگی رو شاد نگه داره و هنوز یه روحیه ماجراجو داشته باشه براشون خیلی ارزشمنده. برنامه‌های یهویی و ماجراجویی مثل یه سفر کوتاه آخر هفته باعث میشه رابطه رو خیلی خیلی تازه نگه داری. یه نکته مهم دیگه که زنهای بالای 45 سال مستقلن. خیلی از این خانم‌ها توی زندگیشون پیشرفت کردن، خانواده بزرگ کردن و کلی تجربه دارن. مردی که بتونه این استقلال رو بهش احترام بذاره ولی در عین حال باشون در لحظه ها شریک باشه خیلی براشون جذابه. و در آخر صداقت و شفافیت کلیدی ترین چیزیه که این خانم ها رو میتونه دلشون رو به دست بیاره. زنهای این سن دیگه وقتی برای شک و تردید و بازی های ذهنی ندارن. اگه ازشون خوشتون میاد روک و راست باید بهشون بگید. اینکه بدون بازی و با صداقت حرف بزنین احترام و اعتمادشون رو جلب میکنه. پس اگه میخوای بدونی خانم‌های بالای 45 سال چی از مردها میخوان، جوابش احترام، بلوغ، هوش احساسی و ارتباط واقعیه. دیگه ماشین‌های لوکس یا حرکت‌های فانتزی نیازی نیست. مهم اینه که خودت باشی و به زندگیشون ارزش اضافه کنی. رفیق گلم، اگر این ویدیو برات مفید بود دکمه لایک رو بزن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن تا ویدیوهای جدید رو از دست ندی که کلی ترفند تازه و جدید تو راهه. یادتون نره که همیشه باید بهترین نسخه خودتون باشین. درود به شما، خدا نگهدارتون.